امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت اساسیاسیون بین المللی بوکس عمر کرملیوف را که با سفر کاری به شهر دوشنبه آمده است به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات وضع و دورنمای همکاری تاجیکستان و اساسیاسیون بین المللی بوکس بررسی شد. در جریان صحبت دایر به موقع بوکس در جامعه تاجیکستان و دورنمای رشد این نوع ورزش در دولت ما تبادل افکار انجام داده شد. سرور دولت اشتراک فعالانه بوکسچیان تاجیک را در مسابقات مختلف بین المللی و منطقوی تاکید نموده نتیجه های بلند آنها را در سالهای اخیر ذکر کردند. از جمله پیشوای ملت دستاوردهای بوکسچیان تاجیک در بازی‌های آسیایی را در شهر هنجای جمهوری مردمی چین که در آنها بوکسچیان ما یک مدال طلا و یک مدال برنجی به دست آوردند تاکید نمودند. همچنین با تدبیرهایی که از جانب حکومت مملکت و فدراسیون بوکس تاجیکستان جهت رشد منبع این نمود ورزش اندیشیده می‌شوند توجه خاصه ظاهر گردید. جانب‌ها از سطح و محتوای رابطه‌ها اظهار قناعتمندی نموده اینچنین با همکاری منبع سودمند فدراسیون بوکس تاجیکستان و اساسیاسیون بین المللی بوکس اظهار امید کردند.